هموطنان عزیز، هنگام سفر به ناحیه خوشمنظره درواز و ملاقات با شما ساکنان زحمت پیشه و مهماندوست این دیار زیبا، یکی از خصلت‌های دیرینه و پسندیده خلقمان احترام و مهربانی و صمیمیت خاصه تاجیکانه را همیشه احساس می‌نمایم. ما در جریان سفرهای کاری سال‌های گذشته ده‌ها انشاءات اجتماعی و اقتصادی، یعنی نتیجه زحمت صادقانه مردم ناحیه را به استفاده سپاردیم که آنها سیمای نه تنها مرکزی ناحیه بلکه دهات آن را نیز کلاً تغییر داده حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ساکنان ناحیه درواز را خیلی بهتر گردانیدند. امروز نیز ما در مراسم به استفاده سپاریدن چندین انشاءات نوبنیاد از جمله کارخانه کارکردی خاکه مرمر در دهه ویشخر، آغاز ساختمان کانال آبیاری در موضع دشت لوچ، باغ فرهنگ و فراغت در دهه عمرک، پارک اینواسیونی که حالا ما از آنجا آمدیم، با کارخانه کارکردی عسل، استحصال مواد بی‌ضررگردانی، لباس محافظتی فردی و گرمخانه، اینچنین یک قطار بناهای معمولی اشتراک کرده سنگ اساسی بنیاد مکتب پرزیدنتی را گذاشتیم. حالا پارک اینواسیونی به استفاده داده بسیار خوب. در یک ناحیه دوردست کوهستان اینقدر شماره زیاد تکنولوژی حاضر زمان که مردم اکثریت ناحیه درواز، بانوان، متخصصان با جای کار ستا جای کار تامین گشتند و حجمی 3 سال محصولات صنعتی را شروع کردند، هم برای تامین بازار داخلی هم برای صادرات. نه که صادرات برای تامین بازار داخلی، صادرات به خارج‌های دور و اروپا و دیگر کشورها بمیاد. نمودهای زیادی محصولات خودی اشیای خامی وطنی مخصوصا از ناحیه با خودی درواز که 3 سال میگردد کارکر کرده میشود. من اصلا میگم با صاحبکاران ناحیه، شخصان که بسیار ذوقمند حس ملی بلند داشته که چنین کی یاد داشت که در ناحیه دوردست کوهستان چنین کارخانه‌های صنعتی با تکنولوژی پیشنهادترین دنیا بنیاد می‌گردد. من آسیا اسلام و شروع و خود ناحیه امروز یک بسیار شهرک زیبا، هم دیدنی هم طبیعی آدم خوش می‌شود، هم بینتان از روز اول پای سالها من خوب در یاد دارم ناحیه سیمای مرکزی ناحیه، دیه‌های ناحیه من رفت آمد بسیار کردگیم، با اسب و با ماشین و با دیگر وای میکردم، اون چه اون راه نبود، دیده بودم چی بود. و امروز از زمین تا آسمان فرق میکند. حتی چهره مردم، سر لباس مردم، چهره خردسالان، کودکان، نورسان امروز در باغ فرهنگی که ما افتتاح کردیم می‌بینید یگان چی از اروپا فرق ندارد. نه اینکه تکنولوژی آن چیزایی که وارد کردن، این یک چیز، چهره نورسانی ما، چهره کودکان ما، سر لباس آنها می‌بینید زیبنده از وی اروپا باور میکنید و اسم میکنید بسیار وی هستند. ذهن و شعور و چهره و نظرشان همین است. همه انشاءات و بناهای ذکر شده از وسعت بامرام کارهای آبادانی و بنیادکاری به خاطر استقبال شایسته جشن مقدس بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی گواهی می‌دهند. با استفاده از فرصت به همه ساکنان باننگ ناموسی ناحیه درواز و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه که در آبادی دیار خود سهمی ارزنده گذاشته ایستادند صمیمانه عرض سپاس می‌نمایم. حسن
مالا رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان ولایت است. این نمونه برای تمام شهر نایای پیش از ولایت مختار کوهستان بدخشان بعدا به تمام جمهوری یعنی کار نوشتگی نیست، فقط ذوق داشتن مانده کار، ذوق داشتن مانده کار، با صاحب کار همکاری کردن مانده کار است میشود، آیسته آیسته میشود. شنیدم در نایه برای استقبال سنه مبارک 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد از نوسازی 38 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 20 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است. باور دارم که تا جشن تاریخی وطن محبوبمان انشاءات و بناهای باقی مانده نیست با سطح و صفت بلند و با در نظر داشتی عنعنه‌های معماری ملی بنیاد و با استفاده سپاریده میشود. باید گفت که برای رشد نایه درواز در دوره صاحب استقلالی از حساب بودجه دولت زیاده از 1 میلیارد سومانی مبلغ روانه گردیده است. در این دوره از حساب 10 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در حدود نایه تطبیق شده قریب 900 میلیون سومانی از خود کرده شده است. در ظرف 29 سال استقلال در نایه 230 انشاءات اجتماعی و اقتصادی با مبلغ بیش از 420 میلیون سومانی بنیاد و از نوسازی گردیده. تنها سال 2019 در نایه از حساب همه سرچشمه‌ها 19 انشاءات گوناگون از جمله 5 مؤسسه تعلیمی با مبلغ عمومی بیش از 17 میلیون سومانی ساخته به استفاده سپاریده شده است. در 10 سال اخیر از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرای پرزیدنت در نایه با مبلغ 41 میلیون سومانی 16 انشاءات از جمله 11 مؤسسه تعلیمی بنیاد و تجدید گردیده است. قابل ذکر است که سال گذشته نقشه واردات انداز و پرداختات در نایه 135% و انداز اجتماعی غیر بودجتی 105% یا از نقشه 2.8 میلیارد سومانی زیاد اجرا گردیده است. سال جاری نیز ساکنان ناحیه ثمربخش زحمت کشیده تا امروز نقشه واردات انداز و پرداخت‌ها را به اندازه 129% اجرا کردند که قابل تحسین می‌باشد. با وجود این رهبران و مسئولان ناحیه و صاحبکاران را ضرور است که با استفاده از تمام امکانات‌های موجوده جهت افزون نمودن اقدارهای استحصالی، بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری، بنیاد کارخانه‌های استحصالی و با همین راه تأسیس دادن جاهای کاری نو تدبیرهای مشخص را عملی نمود. در نایه تا آغاز ماه ایول سال جاری 700 سوبیکت صاحبکاری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10% زیاد میباشد. در برابر ذکر باید کرد که مهلت اجرای برنامه رشد اجتماعی اقتصادی نایه درواز برای سالهای 2015-2019 به انجام رسیده است و طبق تحلیل‌ها از 217 لایحه به نقشه گرفته شده کارها در حجم 196 میلیون سومانی به انجام رسانیده شدند که آن همگی 60% را تشکیل می‌دهد. بنابراین رهبران ناحیه در همکاری با وزارت اداره‌ها و با جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و اهالی دایر به اجرای پوره برنامه باید تدبیرهای علاوه‌ای و فوری اندیشید. خاطر نشان می‌سازم که ذخیره و امکانات‌های ناحیه درواز در سمت استحصال محصولات کشاورزی و صنعتی خیلی زیاد بوده. استفاده ثمره‌ناک آنها امکان می‌دهد که هزارها جای کاری نو تأسیس داده سطح و صفت زندگی اهالی باز هم بهتر کرده شد. حالا در نایه 4 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، معارف و حفظ اجتماعی اهالی تطبیق شده ایستاده است و مبلغ از خود گردیده آنها 75 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. در دایره لایحه رشد ساحه معارف
بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی رقم 41 در دهه پتکنابی نویه پورا به انجام رسیده. ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه برای 340 جای نشست در دهات صغیردشت ادامه دارد که تا آخر سال جاری به استفاده داده میشه. باید ذکر نمود که لایحه‌های کلان حجمی از جانب حکومت مملکت در حدود ناحیه عملی شده ایستاده، اساساً به بنیاد و از نوسازی راه‌های ماشینگرد روانه شدند. از جمله در دایره تجدید و از نوسازی شهرهای دوشنبه کلمه سال گذشته لایحه تجدید راه ماشینگرد کلاب قلعه‌خم دهه شکیف شهرک قلعه‌خم آغاز گردیده. حالا در آن 145 نفر متخصصان محلی با جای کار تامین گردیدند. امروزها کارهای ساختمان خود شما شاهد هستید از کیلومتر یکم تا کیلومتر 27 ادامه داشته. قریب 1 میلیون متر مکعب کارهای زمینی اجرا و ساختمان دو پل آغاز یافته است. از آغاز تطبیق لایحه زیاده از 70 میلیون سامانی اسود کرده شده است. عموما راه ماشینگرد کلاب قلعه‌خم مسافه 170 کیلومتر را در بر گرفته، قطعه شکیف زیغر با مسافه 38 کیلومتر و با مبلغ 320 میلیون سامانی، شاهان زیغر 34 کیلومتر با مبلغ 510 میلیون سامانی، شوراباد شاهان 40 کیلومتر با ارزش 930 میلیون سامانی ساخته به استفاده سپارده شدند. من حساب کنید چند میلیارد میشه برای شما. یعنی 112 کیلومتر راه مسیری کلاب قلعه‌خم با مبلغ عمومی قریب 1 میلیارد و 800 میلیون سامانی بنیاد گردیده است. بعد به استفاده دادن قطعه قلعه‌خم ونج که بنیاد آن تا آخر سال جاری آغاز می‌گردد، حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات از جمله نقلیات بارکش، مسافه راه و حمل و نقل مال و محصولات نیاز مردم در این شهرهای مشکل‌گذار حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی آسان و کوتاه می‌گردد. سال آینده شکیف قلعه‌خم به انجام می‌رسد. همچنین کلاب شمس‌الدین شاهی، یعنی امکانیت پیدا می‌شود که از ناحیه درواز انجیر در پشت ولسفید یا در رول ولسفید ستیلات کشان میکنیم و ولسفید خطی تا دوشنبه میروی. دیودره را من هیچگاه فراموش نمیکنم. دیودره در اصل بسیار انجینیر و ساختمانچی‌های در زمان شورایی را ترسانده بودند. ما یک 5-6 مراتبه گیردش دو زدیم، از این طرف از آن طرف. عاقبت نیت کردیم، مقصد داشتیم که ما هم راه را میسازیم و دیودره سابق امروز به گلدره تبدیل یافته است. شما ثمره راه را احساس میکنید؟ رفت آمدتان آسان شده. همینطوره؟ خیش تبارشوی زیاد شده ایستاده است. خب خبرگیری زیاد رفته ایستادیم. نورسان و جوانان ناحیه درواز بیشتر به دانشکده و دانشگاه عالی مملکت داخل شده ایستادند، تحصیل کرده ایستادند، علم آموخته ایستادند، کسب و هنر آموخته ایستادند. همین کارهایی که من امروز گفتم، من کارخانه صنعتی، منو کورا اگر حال تلویزیون دا نشان ویشخر وطن شما زادگاه شما رفته بینید از اون بلندی کوه که حال ما معدن را میگیرن کار میکنن، یک از غیرت پیاده براز شگم اگر از سرتون زر ریزن بالای وی کل نمیبروید. متخصصان کی؟ همین جوان مردان متخصصان ناحیه درواز، شاهکارهای ناحیه درواز، بیایی که کارخانه‌ای که حال ما در اینجا بنیاد کردیم.
بنا بنیاد وای کردن قریب 7-8 کارخانه وای کرده یا که گرمخانه‌ای که وای کرده است ولی در جمهوری تکنولوژی گالندی نیست دیده که علاقه در نویای دروازه است اینا کی کرد؟ شایکاران ها متخصصان فرزندان بنگ با آرون ناموسی نویای درواز انا سواد آموختن علم آموختن ساهای علم و معارفه پیش بردن انا نتیجه همین است ثمرش همین زندگی آسان می شود سطح زندگی مردم خوب می شود بلند می گردد خرافات به بدبختی آورده می رساند قفامانی می بینید دو طرف نگاه کنید شما نه از مشاهده میکنید از من در خوبتر و بهتر قریب هر روز برای همین از سیاست ما همین است دستگیری همه طرفه شاهای علم و معارف مملکت هر چقدر که میتوانیم ما نورسان و جوانان فرزندان را آموزانیم تربیت کنیم از مکتب دور نمانند علم آموزند دانشمند شوند اختراعکار شوند انجینیر شوند عالم شوند متخصصای ورزیده شوند بعد تاجیکستان میشد دولتی پیشرفته ترقی کرده حاضر از مرکز عنایت و این جایی که با شما ملاقات داریم صبح آمدیم خیلی تغییرات های بینیوه دیگر من همه نهایا جمهوری هر یک کود داره و تیپش خوب میدانم گشتم پی قصالها از یادم فراموش نشده است باز میگم هست چیزی که مقایسه کنیم یکی هست باز امکانیت ها ذخیره ها استفاده نشده خیلی زیاد است که باز هم پیشرفته و ترقی کرده باشد باز هم آبادتر شود سطح زندگی مردم خوب شود سطح آیلای کمبیزات را یتیمان را معیوبان را دستگیری کنیم اونها را هم وای کنیم دیگر مردم نویای درواز از اول تا به امروز من تکرار به تکرار میگم حسن به شما و پدر و مادر شما همون اتمسفر جامعه که در سپه 30 سال از سالهای 90 تا به امروز از نویای درواز قریب که شامل شوی به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی رادیکالی دینی دیده نمی شود باز میگم نتیجهش من همین هم خارجی آمده کار کرده ایستادن از تکنولوژی آورده وای کرده ایستادن دستگیری کرده ایستادن هم سطح زندگی خوب میشه هم آبروی هم آبروی نه که مردم نویای درواز آبروی ملت تاجیک چنانه که من امروز در باغ فرهنگی نویه وقتی که ما افتتاح کردیم با نورسان صحبت میکردم صدای یکی از برآمدهای خودم شنیدم در ثبت وای کردگی بودم همونجا ماندم این چندین سال با فکرم یک 20 سال پیش بود من چونی بها داده بودم به شادروان اکاشری جورای آهنگوهای اکاشری جورای ضربی اکاشری جورای به یادم آمد در اصل همین طور است ببینید یک فرد یک شخص چقدر آبروی مرتبه صنعت و فرهنگ ملت تاجیک را بلند برداشت در عرصه بین المللی و تا امروز ما صنعتکار بسیار داریم بسته‌کار هم بسیار داریم خدمت کردگی ها هم هستند ثبت های گوناگون هستند لیکن من شما را نمیدونم اولا که من تاجیک هستم هر فردی تاجیکی که قطره یک ذره خونی تاجیکی داشته باشد همین موسیقی
Акашарил Ҷураев, зарби Акашарил Ҷураев қалби генофонди миллати тоҷика аз қалбас аз решаш садо медиҳад. اینا یگان ثبتش نقطه و ویرگولش دیگر کردن نمی شود. اگر یک نقطه شگیری تماما دیگر می شود. حسن الان نایه درواز چونین فرزندان بسیار سطح بلندی وای داشتن امروز هم دارن. خب باوری کامل داریم، دانشمندان زیاد دارن، خب زحمت کشیده ایستادن. همین طور بودن اما در کار است. مخصوصا ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. با میگم از همه لحاظ من همین کارهای آبادانی و بنیاد کردن یک وی کردن ما مالش این کارخانه صنعتی خوردن باشد 100 تا جای کاری سال آینده 2 تا کارخانه در مسخر میشه با 100 تا جای کاری دیگه 200 عائله صاحبینان 150,000 تن محصولات صنعتی از ناحیه درواز از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان صادرات میشود. این آبروی هم ولایت هم ناحیه هم جمهوری هم دولت از یک ناحیه دوردست کوهستان کارخانه‌ای که امروز ما کار کردیم که هم را کار کردیم اصلا گفتم موندیم یا کمیته کانسر و براری هم گفتم ممکن چون که هم اصلا کار میکنند هم میوه سبزیجات ابشارهای و کنسروهای بهترین به سطح استانداردهای جهانی میکنند که اقتدارش 1,500 تن است. تمام دنیا در صادرات میشود. از کجا؟ نباشد ما شما را در بسیار جا نامونا نشدیم. این معرفی میکنم. از تاجیکستان از ناحیه دوردست کوهستان درواز خب امروز با مقصد رسیدن به هدف 4 ملی یعنی صنعت کنونی با صورت مملکت در همه شهر ناحیه‌های کشور بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی با مرام ادامه دارد. حالا در ناحیه 7 کارخانه صنعتی فعالیت داشته در آنها سال گذشته نسبت به سال 2018 2 برابر و در 6 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 2 برابر زیاد محصولات استحصال شده است. در رابطه با این خاطر نشان می‌سازم که گرچند سالهای آخر در ساحه صنعت ناحیه پیشروی‌های نظررس به مشاهده می‌رسند ولی امکانیت‌های ناحیه در رشد ساحه هنوز خیلی زیاد است. موجودیت ذخیره‌های فراوان اشیاء خام محلی و افزایش روزافزون طلبات به مواد غذایی ما را وادار می‌سازد که با واردات نمودن تکنولوژی‌های معاصر و بنیاد کارخانه‌های نو استحصال هرچی بیشتری محصولات صنعتی از جمله محصولات صنعتی سبک و خوراکواری را تامین نماییم. ناحیه دارای ذخیره‌های زیادی اشیاء خام مخصوصاً ذخیره‌های طبیعی بوده بنیاد کارخانه‌های استحصالی در حدود آن به تأسیس جایهای نوی کاری و واردات مبلغ‌های علاوه‌ای به بودجه ناحیه مساعدت می‌کند. جهت کارکرد سنگ مرمر در ناحیه کارخانه کران مرمر به فعالیت شروع نمود که در سال 2019 به مبلغ 113,000 سامانی محصولات استحصال کرده است. در نیم سال اول سال 2020 حجم استحصال محصولات در کارخانه نظر به همین در سال گذشته 57% افزوده است. این بسیار کاری. من این روز محصولات را دیدن کردم. تمام انشاءات‌های ساخته شونده شهر دوشنبه و دیگر مناطق مملکت از همین سنگ‌ها استفاده برده ایستادند. نموداش خیلی باز زیاد است. اونا خوبتر وی کردن ما در کار کرد. لیکن کارخانه‌ای که ما سال 2013 ضمن سفر کار ماجرانی ساختمانی آن در موضع دشتک شناس شده بودیم و باید از مرمر سفید و سرخ 15 نمود محصولات استحصال می‌نمود با سبب‌های نارسایی مبلغی گردان از فعالیت باز مانده است. اینا هر چیز زودتر به کار انداختن در کار
جایهای کاری می شود. در ارتباط با این من همین سنگ داگویم چی است؟ من تحلیل کرده برآمدم در یک سال با جمهوری ما با درجه همین سنگی مرمر آرایشی برای ساختمان کفیل میگیم چی میگه سفالک ها وارد می شود 28 میلیون دلار ده صاحبکارای ما تنها رای آهن برای نقلیات میتیم وارد کردن به قریب 30 میلیون فقط برای کشاندن در یک سال خودمان داریم ایسا خودمان تامین برعکس صادرات کرده ما در ارتباط با این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه اینچنین صاحبکاران و راهبران کارخانه‌های 3 سالی را ضرور است که با استفاده از ذخیره‌های اشیاء خام محلی جهت تأسیس کارخانه و کارگاه‌های نوی 3 سالی و برآمدن فعالیت منظم اقتدارهای 3 سالی تدبیرهای علاوگی اند. همزمان با این وزارت صنعت و تکنولوژی نو کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سر اداره گیولوژیا و مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت ناحیه باید جهت به کار انداختن کان انگشت رونق برای ماندن کارهای اکتشافی و استخراجی معدن‌ها چاره‌جویی نماید. عظیم ابراهیم اینا حتما کردن در کار کشالر ندیدم و کدام راهی واسطه نباشد کردن در کار نسبت به آن که ما هزاران کیلومتر از بیرون میگیم که ولایت انگشت میکشانیم این نزدیکتر میشه این بی‌میلتر میشه با در نظر داشته آنکه حجم قرض‌های داده شده در ناحیه در 2.5 سال آخر 11.6 میلیون سومانی و به حالت یکم یولی سال 2020 همگی 2.4 میلیون سومانی را تشکیل کرده است. با مسئولین ضرور است که در سمت افزایش این نشان دهنده و تأمین صاحبکاران با واسطه‌های مالیوی چاره‌های عملی اندیشید. هموطنان عزیز، حکومت کشور با مسئله رشد ساحه کشاورزی همچون عامل مهمی به شغل فرا گرفتن ساکنان مملکت و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی اعتبار اولین درجه می‌دهد. ولی باید گفت که اجرا نگردیدن دورنما هم سال گذشته و هم از اول سال جاری در اکثر بخش‌های ساحه کشاورزی ناحیه درواز مشاهده می‌گردد. از جمله سال 2019 در همه شکل‌های خارجی اداری ناحیه استحصال محصولات کشاورزی 28% و در 6 ماه سال 2020 محصولات رستنی پروری نسبت به همین دوره سال گذشته 3% کاهش یافته است که اندیشیدن تدبیرهای فوری را تقاضا می‌نماید. با گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های موضعی دشت لوچ امکانیت ناحیه را در استحصال محصولات کشاورزی دوچند می‌گرداند و مسئولان در این سمت باید کارهای عملی را برآورند. در یک جایگی کار کردن مانده‌کار البته خراجات زیاد را طلب می‌کنند ممکن 45-50 میلیون لیکن هزارها هکتار زمین بیکار خوابیده از خود میشود من با باوری کامل دارم که قریب تا 2,000-2,500 جای کار میشه. اگر 1000 هکتار آبیاری شود حساب کنید در 1 هکتار اگر زمین آبی 2 نفری کار کنه چقدر جا میشه به حجم 3 سال مسئله بنیاد کانال آبگذر که ما امروز سنگ اساسی آن را گذاشتیم برای حل این مسئله روانه شده است. اقلیم ناحیه امکانیت می‌دهد که باغداری مخصوصاً زیاد نمودن پرورش سیبوناک اینچنین زنبوری اصل پروری استحصال مسائل ساختمان سیاحی و رشد هنرهای مردمی و ساحه‌های افزایش‌ناک ناحیه تبدیل داده شود. این اقدام در نوبت خود باعث افزودن حجم استحصال میوه تأسیس جایهای نوی کاری و بلند گردیدن نیک‌احوالی ساکنان می‌گردد. ولی از تحلیل‌ها برمی‌آید که وضع اجرای برنامه و نقشه‌ها و سپارش‌های در این سمت داده شده هنوز قانع‌بخش نیست. زیرا سپارش‌های در سفرهای قبلی داده شده مخصوصاً وابسته به از خودکنی زمین‌ها پورا اجرا نگردیدند. همزمان با این در نیم ساله اول سال جاری همگی 1.5 هکتار باغ نو بنیاد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 3 برابر کم می‌باشد.
مسئولان ساحه را ضرور است که علاوه بر تطبیق سری وقتی برنامه‌های ساحه کشاورزی اینچنین با نگاه بین و پرورش باغ‌های بنیاد گردیده توجه بیشتر ظاهر کنند و جهت زیاد کردن میدان کشت زراعت از تمام امکانیت‌ها استفاده نمایند. در نتیجه دستگیری و غمخوری‌های دائمی حکومت مملکت و عملی سازی اصلاحات ساحه معارف و از تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی نهایت سال به سال بهتر شده ایستاده است. در برابر این باید گفت که تا حال در ساحه معارف نهایت بعضی مسائل حل طلب با مشاهده می‌رسند. در حالت صدمه قرار داشتن 6 مؤسسه تعلیمی، نارسایی آموزگاران بلند اختصاص زبان‌های خارجی، کابینet‌های فنی و تعمیر طلب بودن تالار و میدانچه‌های ورزشی از مشکلات اساسی مؤسسه‌های تعلیمی میباشد که باید هر چیز زودتر برطرف کرده شود. اینچنین شرایط و امکانیت‌های استراحتگاه صغیر داشت و طلبات جایگزین نبوده به تعمیر و مجهزگردانی نیاز دارد. وزارت معارف و علم رهبران ولایت و ناحیه را ضرور است که با جلب صاحبکاران وطنی جهت تعمیر و تجهیزانیدن استراحتگاه ذکر شده بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تشکیل مرکزهای انکشاف کودکان چاره‌جویی نماید. همچنین قابل ذکر است که امروز علاوه بر مهمانخانه زمانوی در چیرخانه ساکنان ناحیه برای قبول سیاحان شرایط خوب مهیا کرده شده. این تشبث شما قابل دستگیری است. خیلی ضرور است که این تجربه و تشبث در ناحیه دیگر ولایت عملی کرده شود. امروز یک مهمانخانه دیگر ما در اینجا افتتاح کردیم برای 25 نفر سطح درجه عالی. برای سیاحان بسیار شرایط درجه عالی. هموطنان عزیز، میخواهم با افتخار ابراز نمایم که در پیشرفت بخش‌های گوناگون حیات تاجیکستان عزیزمان صدها نفر فرزندان آبرومند ناحیه خدمت‌های شایسته انجام دادند. امروز کارنامه آنها را شاگردان و دستپروران آنها یعنی افراد وطندوست و با ننگ ناموس در ساحه‌های مختلف حیات ناحیه و کشور ادامه داده به خاطر پیشرفت آبادی وطن محبوبمان صادقانه خدمت کرده ایستادند. من آنهایی را که میشناسم میدانم شادروان عبدالله نظری یکی از فرزندان بسیار با ننگ ناموس و سررونده محبوب ما، یکی از شاگردان عزیز اکشری جرای که مکتب او را ادامه دادن و حالا فرزندانش نیز ادامه داده ایستادن باعث افتخار همه ما تاجیکان است. آباد کردن ما در کار، بنیاد کردن ما در کار، ننگ ناموس داشتن ما در کار، وطن ما را دوست صدقاً دوست داشتن ما در کار. از این خاطر وظیفه رهبران و فعالان ناحیه، جماعت‌های شهرک و دیهات، اهلیزیا و شخصان آبرومند و تجربه‌دار از آن عبارت است که می‌باید است مردم و خصوصا جوانان را به تحکیم صلح و ثبات، رعایت قانونیت و ترتیبات حقوقی، کارهای سازندگی و آبادکاری و صرفه سرشته‌کاری هدایت نموده به اجرای عملهای نیک انسانی از جمله دستگیری یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و تربیت درستی فرزندان راهنمایی کنند. همچنین با استفاده از حضور نمایندگان مردم ناحیه بار دیگر تاکید می‌نمایم که در شرایط پنه‌شوی بیماری سیرت کرونا ویروس هر شخص باید بر رعایت قاعده‌های بهداشت شخصی و جمعیتی و اجرای مسئولیت و توصیه‌های متخصصان باید جدی مناسبت نماید. زیرا سلامتی هر یک انسان پیش از همه در دست خودی اوست. روز از روز بهتر شدن شرایط و سطح زندگی مردم، بالاروی مسئولیت وطنداری و وطنسازی ساکنان مملکت از جمله مردم ناحیه درواز ما را امیدوار می‌سازد که تنها با وحدت و همبستگی و زحمت سازنده و صادقانه بر روزهای عظیم نیک می‌رسیم
و جشن بزرگ ملی ما 30 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده و در شرایط باز هم آباد و آسوده تجدید می‌کنیم. اطمینان دارم که مردم همت بلند و با ننگ و ناموس ناحیه درواز در آینده نیز با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی و با زحمت سازنده خویش برای آباد و زیبا گردانیدن تاجیکستان محبوبمان و مستحکم گردیدن پایه‌های دولت ملی ما سهمی وطن دوستانه خود را می‌گذارند. با همه شما خوشبختی و خوشروزی، خانه آباد و برای کار می‌خواهم. سلامت و سربلند باشید. هموطنان عزیز. سروری کل تاجکان، تاجوری دور زمان، هر قدمت به این مکان نوری دو دیده تاج سر. اساسگذار ثروت ملی، پیشوای ملت جناب عالی مردم درواز و تمام کوهستان امروز در خوشنودی هستند که با پرزیدنت خود، با سرور خود ملاقات دارند. همه خوشنود و خرسند هستند. این برای ما یک جشن است، یک خرسندی است که جناب عالی بار دیگر با ما مردم درواز واخورده ایستاده است و دل ما را خرسند گرداند در این روز. جناب عالی هر قدم شما به درواز یک آبادی، یک خوشبختی می‌آورد. امروز ما در جای موضع تاریخی که نشستیم، دیروز این خیل نبود، سال گذشته این خیل نبود، یک آبادی بزرگی به شرف قدم بزرگ شما آباد گردید و این برای مردم درواز و برای مردم قشلاق درابه خدمت میکند. جناب عالی پیشوای ملت، آنچه که شما گفتید من همین را گفتنیستم به زبان دروازی که مردم درواز و تمام کوهستان شما را از صمیم دل دوست می‌دارند، از تحت دل دوست می‌دارند. من حقیقت را میگویم. جناب عالی شما اشاره کردید بزرگترین خدمت شما برای مردم کوهستان درواز بدخشان این کشادن راه درواز و کولاب است. ما را به جاهای شهرهای وسیع پیوست کرد. زندگی ما را سراسر تغییر داد. ما در یک کنج تاریکی اگر بگویم خطا نمیکنیم، در یک قفس بودیم، به شهرهای عزیز علاقمندی نداشتیم. دستارخان ما خیلی خراب بود و امروز دستارخان دروازی ها بدخشانی ها باز شده است. از حساب آن که این راه کشاده شد، ثروت از شهرهای دور گویم، از حصار، از کولاب بار میارند برای مردمی درواز بدخشان، از اینجا بار میبرند و ما را بای گرداندن، خشنود گرداندن جناب عالی. و امروز درواز خیلی آباد و خشنود گشته است، خشرو شده است جناب عالی. این شما گفتید، من تکرار نمیکنم، همین را گفتنی هستم که امروز برای جناب عالی، برای سروری تمام تاجکان مردم ما شعر گفته ایستادند، سرود گفته ایستادند. حتی کودکان هم میبینیم که در وصف جناب عالی شعر میگویند. به نزد من خوانندگان شعر میگویند که معلم کنی همین شعر ما را ببین. من میبینم که در وصف جناب عالی من میبینم که شعر خوب گفته ایستادند. و امروز هم حافظان هم صنعتکاران زیاد شدن در تاجیکستان ما، هم شاعران به فکر من زیاد شدن، همه شعر میگویند، همه خشنود شدن، همه سروری خود را دوست می‌دارند، می‌خواهند که در وصف شعر بگویند. من یک شعر گفتم جناب عالی پیشوای ملت، می‌خواهم که قرائت کنم. آنچه که هست حقیقت حیات است، اما را ما میگوییم. امروز به مناسبت این 29 سالگی 30 سالگی استقلالیت همه مهنت کرده ایستادیم، حصه گذاشته ایستادیم و همه آن را مردم در همون شعر خود و در سخن خود و در جماعت ها بیان میکنند و قائل میشوند که حقیقتا تاجیکستان پیش رفت. یک جهش کلانی کرد که این را هیچ کس باز داشتن نمیتوند و انشاءالله باز این جهش پیش رفته ایستاده است. صلح ضرور است و پیر و جوان، رمز سرور است به هر خاندان. مملکت گلزار ز صلح است بدان، رونق بازار ز صلح است مدام. گر نبود صلح دلت تیره است، زندگی بر خرد و بزرگ خیره است. رقص و سرود میوه صلح است بدان، خنده به لب زاده صلح است بدان.
من از آن شادم که امروز در جهان تاجیکستان صلح را گردید مکان. لیک باسانی نگردید است میسر آن زمان، سروری ملت تلاشی سخت ورزید بهر آن. روزی هر کنج و کنار جمع آورید خلقان را، تاجکانی بی سر و پا گشته از افغان را. این خطرناک صعب کاری بود بهر پیشوا، لیک جان را در گرومان سروری مشکل کشا. او به یاد می آورید سوگند و قرض خیش را، دست بالای کلام الله امام خیش را. بر زبان آورد آن دم پیشوای مقتدیر، از دلی بیکینه خود نقش آورد بر زمین. جان به کف میمانم و قرضم اجرا میکنم، آن گریزه گشته خلقان باز یک جا میکنم. این زمان اکنون تاجیک سرفرازی میکند، در فضای صلح شادان باز سازی میکند. پای تخت مملکت گشته است گلزار و چمن، باغ و گلگشت‌های آن زیبنده و سرو و سمن. در دوشنبه باغ‌ها و لاله‌زاران بیشمار، بهر خردان و بزرگان صحن ورزش شد تیار. باغ و گلگشت‌های شهرند افتخار هر جوان، قصر نوروز باغ عینیز جنتم در این زمان. این چنین زیبا عمارت‌ها هستند چند چند، هر کدام از یکدیگر زیباترند و رنگ رنگ. نابی راغون هست امروز مقصد فردای ما، نوری راغون است میدان شهرت دنیای ما. این زمان در کاری راغون قهرمانان دیدم، مهنتی از تحت دل را از جوانان دیدم. این همه حاصل ز استقلال و صلح است ای عزیز، این همه با چشم عبرت بین ای اهل تمیز. راه های منفرشش از دوشنبه تا شکی، تاکسی ها دنبال هم صوت و سرود با چنگ و نی. هر قدم بهر میزاجان جای چای و آب و نان، خدمت دارند به مردم از دل و از مهر جان. این زمان دروازی باستانی بشد زیبا دیار، گشت گلزار از کدوم ثروت عالی تبار. مرکزی زیبای آن مانند شهر است این زمان، هر یک داریم دعا تا خلق باشد در امان. ای خدای بی‌نظیر پیشوای ما امام علی را شاد دار، بهر آبادی ملت این خاندان را سرپناهی ما بیدار. یک جا تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. احسن. معلم زحمت کشیدید. سلامت باشید. همش با کمک و دستگیری شما کل مردم تاجیکستان، خرد و بزرگ مردم تاجیکستان. اگر همه مردم دستگیری نمی‌کردند در یک جایگی ما به این روزها نمی‌رسیدیم. احسن و آفرین. من دائما تاکید میکنم قهرمان خلق تاجیکستان است، خرد و بزرگ خلق تاجیکستان است. ما میم راهبرا سپارش میتیم میریم، اکثریت کی میکند؟ با شما، با فرزندان شما، با فرزندان بننگ و ناموس ما، صاحبکاران، تاجران، دیگر شخصان سخاوت پیشه، اینقدر حاضر یتیمان و معیوبان من میبینم از اون سالا فرق میکنن. ما اونا را همش تربیه کرده ایستادیم، تنها نماندیم، تربیه با حیات مستقلانه برده گسیل کرده ایستادیم تا همان درجه. در کوچه نیستن، در دیگر جا نیستن. دولت همین است، همین در یک جایگی با کمک و دستگیری خرد و بزرگی ملت تاجیک خلق تاجیکستان است. سلامت باشید. معلم یک جان تشکر. یک جان چند رفته ای؟ چند رفته ای؟ 82 رسیدم جناب عالی. احسن. 82 رسیدم. خدا احسن. ما به همین دولت کمالات خودت برسانه. قوت بین، سخندانی، این جرأت بین. باور میکنی لویتم برای برآمد کردی. تشکر جناب عالی. تشکر. رحمت جان دولت جان سابقه دار مهنت، امام علی رحمان ما، هم نور و هم ایمان ما، بر ملک کوهستان ما خوش آمدید، خوش آمدید. درود و سلام گرم جوشان و سروری معظم و مظفر تاجیکان، صلح سالار و ستاره خودنمای آسمان عدالت و احسان، وارثی ارزنده تخت سامان،
شهستون قصر ملت تاجیکان، صاحب قران سریر سلطانی امام علی رحمان و مهمانانی عزتمند و اهل این انجمن، خوش آمدید به دیار درواز گلبدامان و شما را پزمان. سفر شما به درواز آوازدار در هر فصل باشد شکوه و شهامت و فیض و برکت بهار و بزمی عید مهرگان است. بزم عید بهار و نوروز ما مردم درواز آن روز است که شما مهمانی درواز و دروازیان می شوید. محترم جناب عالی، آن بار سنگین و مسئولیتناک، پر افتخار و نهایت خطرناک را که در قصر ارباب با نرخ جان جوان خود بر دوش گرفتید، ابتدای همه گیرودارهایی شد که تا امروز دوام دارند. اراده متین صادق شما که نه تنها با اقدامهای تبدلات دولتی، نه سوی قصدهای ناجوان مردانه و نه تهمتها روح مبارز شما را شکستن نتوانیست و این فر قهرمانی حلالتان با جناب عالی. هرگاه از بقای ملت سخن میگویید درخشی شفقت خورشید خاور را میمانید. زندگی نامه شما سراسر فداکاری جانسپاری در راه شکوفایی کشور و زندگی شایسته مردم تاجیک است. بزرگان ملت را مادران ملت به ملت هدیه میکنند. پس مادر شما مادر ملت است که رحمت حق بر روح پاک و سرابستان بهشت مقامشان باد. پیشوای معظم ملت، وضع ناگوار جهان امروزه، بیگانه پرستی، منفیت جویی و منصب تلاشی گروه‌های بنام عدالت پرست که آبادکاری و سازندگی‌های کشور را نادیده گرفته، از دور سنگ ملامات را بالای خلق خود ملت خود می‌ریزند، ما را هشدار می‌دهند که برای بقای خلق و کشور، حفظ ننگ و ناموس چاره‌ها بیندیشیم. باید این اشخاص دانند و با خبر باشند که ملت تاجدار تاجیک دیگران خطاگی سالهای 19 عصر گذشته را تکرار نخواهد کرد و همه یک تن و یک جان در گرد پیشوای معظم تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان جمع آمده نمیگذاریم که آب چشم مادر تاجیک روان گردیده گریه جانکاه کودکان و زنان آسمان آسایشته تاجیکستان را به سر گیرند. سلامات باشید. حیف میآید از آن جوانان بدام فریب افتاده که سر به محراب قانون عدالت الهی نگذاشته، از فضای آزاد و آباد، روزگار سیر و پر، تنج و امان که محض با شرافت جانبازهای شما پیشوای معظم ملت به دست آمده است رو تافته بهر دریافت درآمد افسانوی از بهر وطن، والدان و فرزندان، خویش و اقربا گذشته به خدمت بیگانگان کمر می‌بند. محترم جناب عالی، آن آرزوی و امیدی که مردم شریف درواز 100 سالها در دل می‌پروریدند با شرافت سیاست خردمندانه و سازنده شما جامعه عمل پوشیده، درواز کهن از نو جوان گشته و به یک گوشه افسانوی تاجیکستان عزیز تبدیل یافته است. امروزها به هر طرفی که نظر افکنیم تنها آبادکاری های سازندگی ها به چشم می رسند.
راه‌های آباد و باغ‌های شکوفان، بناهای بلند آشیانه معیشتی استراحتی، کارخانه‌های گوناگون جوابگو به طلبات زمان، شاهد و بیانگری گفته‌های مایند. مردم تنج آسوده زندگیشان با مرام و دلپرانه ادامه داشته، خرد و کلان شکرانه دولتی صاحب استقلال و سروری مظفر خود را میکنند. ما شکر میگوییم که خداوند به ما تاجیکان سرور و پیشوای خردمندی، انسان دوستی، وطن پرستی اصیل را عطا نموده است. سلامت باش. من شاعری کسبی نیستم، اما فعالیت ثمره بخش هم از روزه شما را بهر رشد و پایندگی ملت و دولت مشاهده نموده دلم از فرح لبریز می شود. خود از خود مصرع‌ها از قلبم تولید می شوند. سروری والا مقام تاجیکان، بهر ما هستی عزیز و مهربان. هر کجایی که قدم بگذاشتی آن زمین گشته است همچون بوستان. پیشوای مهربان خوش آمدی، ای عزیز و بهز جان خوش آمدی. پیشوای ملتی آوازدار، نام نیکی تو بماند پایدار. شه ستونی ملت و دولت توی، ما همه گوییم با صد افتخار. پیشوای مهربان خوش آمدی، ای عزیز و بهز جان خوش آمدی. ملک دروازم دری دل را کشاد، کوه پامیر پیش پایت سر نهاد. قاصدی صلح و امانی به ما، خدمتت نزدی وطن به انتها. پیشوای مهربان خوش آمدی، ای عزیز و بهز جان خوش آمدی. پیشوای ملتی ما جان ماست، همچو خورشیدی یگانه در سماست. یا خداوندا به تختی تاجیکان، باشد و تاج سری ما جاویدان. یا خداوندا به تختی تاجیکان، باشد و تاج سری ما جاویدان. پیشوای مهربان خوش آمدی، ای عزیز و بهز جان خوش آمدی. احسن رحمت. سلامت باشید. سلامت باشید. یک جان تشکر. یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من فیروزه محمدالله، دانشجوی سال اول دانشگاه ملی تاجیکستان. ما شکرانه از آن میکنیم که با تشبث شما پیشوای معظم ملت، درواز ما روز از روز باز هم آبادتر و زیباتر میگردد. هر یک قدم شما محترم جناب عالی سبب یک گلگل شکوفایی می شود که ما جوانان از آن بهره‌ور گشته الهام میگیریم تا در رشد و نموی ملت سهمی با سزا گذاریم. از چنین شرایط ها استفاده برده ما امکانیت پیدا میکنیم تا تحصیل نموده به جای کار تامین گردیم. قدم مبارک شما به خانه های مردم صفا و به قلب هایشان صداقت و وفا می بخشد. با تشبث شما پیشوای عزیز به ما جوان دختران امکانیت پیدا شد تا توسط کوته های پرزیدنتی هم در داخل کشور و هم خارج از آن تحصیل نماییم. من مینداری خیش را شخصا از نام خودم و از نام کل جوان دختران درواز به شما می رسانم. دکان دوزندگی که با تشبث شما ساخته شده است، این مهری مادر و اختر مهر می باشد که در آن صدها دختران و زنان به جای کار تامین گشته‌اند. مردم پیوسته می گویند جوانان پیرو پیشوای ملتند. ما جوان دختران ناحیه درواز شما را باور می کنانیم و این سخنان ارزنده خواهیم شد.
زیرا پیشروی ملت از پیشروی جوانان وابسته است. از چنین شرایط‌های فراهم آورده شما پیشوای ملت ما کوشش به خرج می‌دهیم تا در رشد و نموی ملت سهمی با سزا گذاریم. ما شکرانه از آن میکنیم که در چنین ملتی تنج و آرام عمر به سر میبریم. همه این با تشبث شماست پیشوای عزیز. هر یک قدم نیکی که شما به ناحیه درواز میگذارید یک آبادی اینجا منشأ میگیرد. درود مر تو را ای پیشوا که طلوع تبسمت خوشکوفایی را گلبیز میکند در باغ‌های شبنم و درخش. برق شجاعت چشمانت راغون راغون نیروگاه تمدن آفری می سازد در بخش احساس و زرفشان ادراک. تاجیکانه ترین تاج بر سر جلا می بیزد چنان که خورشید در ستیز بدخشانی میهن. توی بهین کارساز که اعمار میکنی دیوار اسماعیل سامانی ما را و با علیوار با 10 انگشت هنر در شکستبندی استخوان ملت ما در پرتو روشنترین باورها وطن را میبینیم چو روضه پر از شکوفه غنچه های وحدت. آنجا اطلسیان سغدی سرود و چمنزیبان خطلانی چکمپوش گل ارغوشت میکارند به دور شه ستونی کیگاه شکوه ملت. توی که تاجیکستان را می درخشی چو یک سیاره تابان از بلندی افق سازمان ملل به سراسر جهان. و صد درود مر تو را ای ابر و ای همایون فر. بار دیگر قدم مبارک شما را به ناحیه زیبا منظر درواز خیر و مقدم میگوییم. یک جان تشکر. دکتر عزیزم خانتان شما گفتید ویس امروز ما قریب 100 نفر باز کارخانه‌های دوزندگی و دیگر کارخانه‌های بنیاد کردیم تنها برای بانوان. اکثریت اونای با بانوان میانه سال کلان سال حتی کار فعالیت کرده ایستادن زندگیشان خوب و بهتر میشد در نزد خانه و در کارخانه خود. بسیار قریب همین در اینجا حاضر 6-7 کارخانه به استفاده داده. اکثریت کارمندان در گرمخانه هم قریب 100 نفر کار میکنن بانوان با تکنولوژی حاضر زمان. خانه علم آموختن کسب آموختن یگان جای عیبی ندارد. دخترم خانه علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، خب وطن خود را صاحبی کنید. تاجیکستان امروزه تاجیکستان آینده درخشان است، آیندهش درخشان است. در دست شما نورسان و جوانان امروزه می شود. شما باید آماده باشید از همه لحاظ، هم از لحاظ کسبیت، هم از لحاظ پیش از همه سوادناکی، کسبیت، سطح معرفتناکی زمام دولت داری را گرفته ادامه دهیم. کلان سالها ما روبرا وظیفه‌مان همین است، تربیت کردن نسل جوان، تربیت کردن همین به نهایت مهم است. شما دیده ایستادید رفتید منم میخواند تحصیل میکنید آینده تان در پیش است. دیگرش از خود شما جوانان امروزه وابسته است. سلامت باشید. احسن. سخنان اینقدر نیک درک ما گفتید همین سخنان با کلی شهروندان جمهوری تاجیکستان میارزد در حق آنها. من یک راهبر اگر مردم خلق خرد و بزرگ سیاست راهبر را جانبداری نکند یگان کار هم ظفر نمی کند، عملی نمی شود، یگان گوشه آباد نمی گردد، یگان نقشه و نیت نیک عملی نمی گردد. همش من پیش از همه شکرانه می کنم که مردم ما سیاستی راهبر دولت را دستگیری می کند همه طرفه. کردن ما در کجایی نباشیم. وطن ما صدقاً دوست داریم. باز میگم چی است چی نبود از سال
90 تا چی زار نشدین بینتون در دنیا یک مریضی که پیدا شده است همه را هم ابرقدرت همه کشورها در تعلق هستند اذیت میکشند به مشکلی نیست من برای چی حاضر نزد مردم بیشتر رفتم تاکید کردم در اینجا برام نگفتم یک چیزی مهم را من فراموش نکردم شما گوش میکنیتون با واسطه تلویزیون و رادیو من امشب سپارش دادم به کشاورزان شهر نایایی که زمین بیشتر داشتن ما 40% زمینی کشت کارتوشکا را زیاد کردیم ما 60% زمینی غله‌دانگی ها را زیاد کردیم خب تا حاضر در ولایت ختلان ولایت صبح شهر نایایی تابع جمهوری منطقه جنوبش کارتوشکا کش کرده ایستادیم برای چی خودی همین کسلی در دنیا آهسته آهسته به قیمتی آورده میرساند در فصل تیرما و زمستان حالی در شما میوه نپخته است حالی انجیر نه رنگ گردانده ایستاده است هر قسمت های پایان دا باشه ممکن یکی در مرکز نیست هر چی که از دستتان میبید نباشد از بازارهای ختلان شهر نوایی میوه سبزوات آورده تامین کردن در کار ذخیره کنیتون کارتوشکا دوره نباشد جمهوری دا بینیاد این سال کارتوشکا ممکن قریب 1.5 میلیون تونه زیادتر میشه ما خودمون تا کارتوشکا نانی دویم در دوره زمستان و تیرما و زمستان تیاریتون نصب میدید ذخیره کنیتون که با محتاجی نروید محتاج نشوید هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونه بعدی کرونا ویروس چی ما رو انتظار است حتی دولت های حالا هست که از حدود کشورها برآوردن داروواری را منع کردن نمیمونند فروختن دارو را منع کردن حتی در دوره اوج کرونا ویروس بعضا کشورهایی که صادر کننده استحصال کننده و صادر کننده مواد غذایی گندم بودن منع کردن اگر قطع کنن چیه ما کجا میرویم خرید میگه که صادرات غله و دیگر هم قطع کنن ما کجا میریم برای همین هم من از همین شاه از ماه سر کرده دائما از ماه اپریل تاکید کرده است آدم که از یک زمین این از یک دیگر چی باشد ذخیره کنیتون هر چی میتوانید همین تیرما و زمستان در پیش ایستاده و سال دیگر دشوار بشه ما گذشتیم این سختی ها را دیدیم سالهای 90 دیدیم جای یگان نوایش نیست با شما چشدیم شاید بیسر و سامانی ده کوشش کنیم احتیاط کنیم زیرک باشیم آماده باشیم خب فکری فرزنده را کنیم حاضر بگویم که یک در 50 سامانی ده 100 کیلو پامیدار گرفتم ذخیره کردن یا که دیگر مواد سبزواتی دیگر ذخیره کردن یا که میوه‌ای که حاضر میشود در حدود نایه از سیب و مربا تیار کرده ممکن حتی قوق سیب هم اینم نان است کارتوشکا می شود نباشد از دیگر نوعی ولایت است از دیگر نوعی جمهوری است وادی رشت است بینیاد کارتوشکای خوب امسال بینیاد مساحت هم زیاد و حاصلناکیش هم خوب است یعنی ذخیره کنید تا که در با میگم تکرار هم شود در فصل تیرما و زمستان اذیت نکشد وظیفه رهبر همین من آمدم با شما بعضا سپارش‌هایی که دادم قریب 2 سال میشود آمدن و رفتن من دیدن کردم خیلی راستش بگم خیلی بعضا کمبود به 3 سالات میگن به کمبودی نمیشود یا جامعه باید لیکن بیشتر این در این سفر کارهای آبادانی بیشتر کارخانه‌های صنعتی 3 سالی سپارش‌هاش اجرا شده است تکنولوژی حاضر زمان من خیلی امید نداشتم که در نایه درواز در یک مهلت کوتاه چنین تکنوپارک حاضر زمان با چنین تکنولوژی حاضر زمانی پیشقدم دنیا وای بشه شما هم توانید این همیشه نزدیکتر وقتی رای بینید چی وای کرده اونا محصولات های وای کرده ایستادن که از خارج کشور در ما نبود حتی چند مبلغ های دیگر اونا میتوانید خودمون هم تامین کنیم صادر کنیم با دیگر کشورها میشود کاری نمیشتگی نیست من بینیاد میردار هستم من سالهای پیش می آمدم یک چند نفر مستفیدان کلان سالا بودن امروز در قید حیات نیست جاشان جنب باشد صحبت های خیلی صمیمی داشتیم با یادم خوب در خاطرم ماندگی است خب حیات زندگی همین است ما هستیم کردن مانده کار
وظیفه راهبر خدمت به خلق کردن است. وظیفه راهبر به خلق خدمت کردن است، دیگر چیزی دیگر نیست. در همه حالت دوست باشید، رفیق باشید، عزت احترام یکدیگر را دانید، مهر و محبت انسانی را گم نکنیم. کم شده است خانه میگیم، در میگیم، ماشین میگیم، تلفن میگیم، دیگر میکنیم، از اکا و دادری همسایگی دیگر دور شده ایستادیم. این تکنولوژی حاضر زمان به همین درجه تلویزیون و اینترنت دیگر هم خیلی آورده است. یکی ما ملت فرهنگی هستیم، تمدن و فرهنگ بسیار باستانی قدیم داریم، فراموش کرده ما در کار نیست. هیچگاه یگان کسی ما سرمانده آهن نمیگیریم، یکی عمری با برکت گذرانیدن. خب از این بهشتی روی زمین ثمرناک استفاده بردن یا بهره بردن، این خودش هم باید است. همین بسیار یک جهان تشکر میگم برای اون تا به اون بهایی که شما دادین تا اون درجه برآمدن و وی کردن. خیلی ما با زحمت کشیدن ما در کار. برای همینم امروز ما خیشتی یک کاری از خودکنی زمین های داشت روز یا که بنیادی مکتب اینترنتی مکتبی پرزیدنتی در نایه داشتیم. البته اینا برای با جایهای کاری می شود. خب در همین خیلی مکتب پرزیدنتی نشود اگر 100 تا جای کاری برای آموزگاران و دیگر کارمندان می شود در همین نایه. چقدر نفرهای جوانان نورسانی با استعداد صاحب معلومات می شوند، صاحب علم می شوند. همین است آباد کردن. دیدم ولی راه به مرکز نایه رفته رسد این چیز ببینید در کلاب تا شاینسی شاهین باید نست کردین همون خانهاتون دانسته میمان خانه کرد میشود. بسیار میشود، رفت آمد میشود، خیش تباری میشود، آبادی میشود. راه این حیات از هر گونه ویای رادیکالی خود را در کنار گرفتن در کار. یعنی پدر و مادر و فرزندان را در راه درست هدایت تربیت کرده است. این خوب است. اینا ادامه دادن مونند. حتی در خود همین ولایت هم بعضا نایه‌ای است که همین رویا ریشه دوانده هست. زیاد هم نباشد هست. کار کرده ایستادیم، مردم قطعی فهمانده ایستادیم که من این راه سفید من این راه کجا میبرد، عاقبت به چی میارد. من از شما یک جهان تشکر میگویم برای پیشوازگیری صمیمیتان، برای اینقدر سخنرانی صمیمیت بهای بلند دادن نسبت به راهبر خود. من کوشش میکنم تا وقتی هستم، تا وقتی در کجایی که نباشم برای همون سوگند یاد کردگی من فراموش نکردم. من برای شما خدمت میکنم، دیگر هستی من برای ملت دادم. سلامت باشید. کار اینا صاحب کارا کرده ایستادم، راه کرده ایستادیم، مکتب سازیم، کارخانه صنعتی شده ایستادن. با چی میگویتون؟ از 4 مصرع خون؟ دوستان عزیز سفر به درواز کنید، ارمان ننهید به دل درش واز کنید. جهان خواهد که آوازی شریفش شنویده ای، جهان با سبک خروشی عبدالله روی. جان با سبک خروشی عبدالله روی. آسان سویدی جانی سروی من روزی که با شمشاد گل یک جا نشست،
یک سر و گردن به خوبی از همه بالا نشسته، کف را از دولتی دریا نیامد قدر بیش. قدر گوهر کم نشد هرچند که در دریا نشسته. هم نشینی های قابل کرد افلاطون مرا، خاصیت می دهد هر کس که با دانا نشسته. چشمانی سیاه به ناز میگردانی، مالازی سری بریده میترسانی، مالازی سری بریده میترسید یاری. در کوچه یا شیخانه یفتیده می یار گل سومنه، گوری سومن باغنده، سرچرخ زدمه گیردی سری یارنده، گل مهتاب لبی آبنده، گل مهتاب لبی آبنده. امروز که ساقی چمن نرگسی مست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است. برخار شکر بندد این طرفک شبها، برخار شکر بندد این طرفک شبها، خون برمی جایم از شکری لعلی تو بست است، خون برمی جایم از شکری لعلی تو بست است. پیوسته کمان میل بابروی تو دارد، پیوسته کمان میل بابروی تو دارد، بانکی دوتا گشته و در خانه نشسته است، بانکی دوتا گشته و در خانه نشسته است. امروز که ساقی چمن نرگسی مست است، امروز که ساقی چمن نرگسی مست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است.